شب است. هیچ چیزی مثل تاریکی گوشها را تیز نمی کند و ما گوش فرا می‌دهیم. چه میشنویم؟ سکوت. این سکوت به چه معناست؟ هیچ چیز. این سکوت است، خالص و ساده. اما یک مورد دیگر رو هم مد نظر قرار دهیم. فرض کنید من خنجری از نیام بیرون بکشم و یک زندانی را با آن به قتل برسانم و فرض کنید اربابان هم آنجا حاضر باشند و به جای فریاد زدن بر سر من که دست نگه دارم و یا فریاد برای کمک، سکوت اختیار کنم. این سکوت حاکی از چیست؟ شاید نشانه رضایت آنها باشد و در این صورت بر اساس قانون آنها هم در جنایت من شریکند. پس سکوت میتواند طبق شرایط سخن بگوید. توجه کنید. حالا به شرایط سکوت زندانی توجه کنید. سوگند یاد شده است تا در سرتاسر کشور شرایط خوب و خداپسندانه حاکم باشد و آنها همین مقام را به عالی جناب شاه والا تفویض کردند که عادل و شایسته است و هنگامی که نوبت به تایید زندانی میرسد او تفره میرود، سکوتش را ادامه میدهد. آیا هنوز کسی در این دادگاه هست؟ آیا کسی در این کشور هست که نظر سر توماس را در این باره نداند؟ البته که نه. اما این به چه معناست؟ زیرا که این سکوت عمدی است و موضوع اصلا سکوت نیست. چرا که این به هیچ وجه سکوت نیست، بلکه انکاری است در حد اعلا.